الگوهای فکری نادرست که به نادرست وارد مغز ما شده چیان؟ اوکی، رفاقت فقط روزای سختی. نه گلم، نه خوشگلم. وقتی حال دلت بده، وقتی تو مشکل افتادی، وقتی تو فشاری مالی، ذهنی، روانی، تو ریلیشنشیپت مشکل داری، بیا به دوست درد دل کن. 1 ساعت و نیم 2 ساعت برات وقت میذاره. با الهی قربونت برم، غم نبینی. حالا چی شده؟ ناراحتی؟ ولی پشت سر خوشحاله. خب واقعیت رو دارم بهتون میگم. ولی حالا تو الان بیا پیشرفت کن، موفق باش، حال دلت خوب باشه، خوشحال باش، لبخند بزن. هیچکی بروش نمیاره از همون دوستات، همونی که میشه از پای درد دلت میگه وای خدایا غم نبینی، اصلا بروش نمیاره که موفق شدی، بروش نمیاره دیده شدی، بروش نمیاره خوشحالی. اینه که درسته، منو باور کن.